حسین جان من تو رو نمیخوام برای اینکه آبانونمو درست کنی، من تو رو میخوام برای خودت. معروف بین عراقی ها که میگن این قصیده رو امیرالمومنین نظر کرده و امام زمان شیخ عبدالحسین احسن میگه ابکی که عینی لا لاجل مثوبت. حسین جان من برات گریه میکنم ولی نه برای ثوابش. لکن نما عینی لاجلک باکیه، چشمم برای خود تو گریه میکنه. ما گریه نمی کنیم چیزی گیرمون بیاد، گریه می کنیم به اون لحظه ای که به تو بیادبی کردن، جلو بچه هات آب گرفتن رو زمین ریختن. تبکی که عینی لا لاجل مثوبت لکن نما عینی لاجلک باکیه. حسین جان رهاورد سفر ما رو در این سفر این قرار بده که ما تو این سفر جز تو چیزی دیگه از تو نخوایم. واقعا حیفه که قیامت ببینیم یه عده محو تو نشستن، ما منتظر حساب کتاب. دلمون میخواد جز اون کسانی باشیم که ما رو زورکی باید بهشت ببرن ولی دوست داریم تو رو نگاه کنیم. هر که تو این مسیر هر چه غیر از اهل بیت بخواد ضرر کرده، کم فروخته. لا تشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا، آیات خدا رو مفت نفروشید.